ایرو استیفان دیمستورا شاندر نافدولتی جبوی سوریه و الگل نوینرن هر سه ولاتن گارانتی دار ترکیه، روسیه و ایران جالیه کی و گروپن مجموعه سد به سروکاتی امریکا جالیه کی دن و بجوی او جی جبو دیتنا بناغه که هف بجبو نویساندنا دستور نو جبو سوریه ده جوین ده شانده رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه آمدن بنو به اوه کی نراست راست و پیوندی نبره هر دو آلیان ده درباره هلبجارتنا کمیته انویساندنا دستور هبه او جی پشتی الهفکرنا نافدولتی لسرویم جاره جه آلی خواه انتونیو گوتیرز زمینداری گشتی نتوین یک گرتی هیوی خواست که واشنطن و مسکو لحف بکن و اشکرجی کر که اوه درباره کریز سوریه بجدا لگل هر یک جه ولادیمیر پوتین سروک روسیه و دونالد ترامپ سروک امریکا بجوه لگوری کو روزنامه شرق الاوسط بلافکری جماریک ولات هنه بهتر پشتوانیا چار سریع سیاسی جبوی کریز سوریه دکن و سال 2021 جبو دست بکرنا قوناغا و گوهزو بری و برنه هلبجارتنین سروکاتی و پارلمان دست نشان کرن. هروها روزنامه سربار کرو گوت کو اولاتین کو پشتوانیا چار سریع سیاسی دکن پیشنیار کرنا کو دفجه چار نویسا بشار الاسد سروک رژیم سوریه حتی وی دمه هاتی دست نشان کرن بردن. روزنامه شرق الاوسط اشکره کرد که گلک آلوزی لپیشیا پار کرنا رنگ درست کرنا کمیته دستور هاتنه هوله او جینا رازیبون لسر بشه رژیم اسد و بشه اپوزیسیون سوریه و بشه جواکا سویل لگوری که روزنامه شرق الاوسط بلافکری حتی انهار کفتن لسر جماره اندامین کمیته دستوری و چاوانیا دنگدان لسر هر بجارتنان وان نهاتیه کرن و هاتیه پیشنیار کرن که پیوست جماره وان 45 حتی 5 اندامی به روزنامه نفاتی سربار کرو گوت کو کشه هری مزن لپیشی هلبجارتنا کمیته دستوری اوه کو بشه اپوزیسیون رژیم اسد نزیک و لسر بشه اپوزیسیون فرمی سوریه وره حساب کرن.